یک خانواده مسلمان افغان که به روسیه آمده بودند در فرودگاه شهر مسکو با یک حمله شدید ظالمانه روبرو شدند. ولادیمیر ویتکوف شهروند 31 ساله بلاروس که با پرواز از قاهره به مسکو رسیده بود در فرودگاه به کودک 2 ساله با نام محمد افضل حمله کرد و او را با تمام قوتش با سر خم به زمین زد. گفته می شود که در لحظه حمله مادر کودک برای گرفتن عروبچه کودک دور رفته بود. در نوارهای کامراهای نظارتی دیده می شود که کودک نزد چمدان ایستاده با خود بازی می کند. نزدیکی او مرد قامت بلند با فوتبالکه سفید و شم کوتاه به اطراف می نگرد. ناگاه او خود را به سوی کودک خم کرده کودک را می گیرد و با سر به زمین می زند. کودک با جراحت‌های سنگین سر به بیمارخانه انتقال یافته به خواب صنعی برده شد. محمد خردسال شکست استخوان کاسه‌خانه ای سر گرفت ولی به خوشبختی مغز سرش آسیب ندید. کارمندان پلیس نقلیاتی جنایتکار را بازداشت کردند. بر ضد او پرونده جنایی با ماده کوشش قتل باز شده است و احتمالاً تا 15 سال زندانی خواهد شد. استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی میگویند که اگر چنین جنایت کلان را یک مسلمان یا یک مهاجر از آسیای مرکزی صادر میکرد تمام رسانه‌ها به لرزه می‌درآمدند و شبکه‌های اینترنتی پر از سر و صدا میشد. بسیاری‌ها میگویند که در چنین حالت نه تنها جنایتکار را بلکه تمام مسلمانان یا مهاجران آسیای مرکزی را گناهکار میشماریدند و حتی فشار و تعقیب بالای آنها زیاد میشد.